بیننده های عزیز، امروز آمدیم در مندوی شهر مزار شریف. میگن نمیدانیم چی بد کردیم به مردم که مردم راضیان بر رنگ زردم. شبها گریه کنیم تا روزا بخندیم که این رقم نامردان نبیند رنگ زردم. دیوانه چیزی که مسافر است، چیزی که از وطن ماست، وطن ما ملحن ماست، وطن ما سرما بطوطی است، وطن ما قلب ماست، وطن ما مایحن ماست، وطن ماست که قلب مادری ماست. دقیقاً که گل گفتی. چطور است وضعیت کار و بار در مندوی؟ شکر است، خیلی خوب است. شکر نعمت میگن، نعمت از افسون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. دقیقاً الحمدلله، هزار بار خدا شکر. باز مردم ما شما دیگه که یعنی به ارزانی که شرک شکر الحمدلله، باز بای غریب میوه میخوره، بای غریب. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان سلام تقدیم میکنم خدمت تمام شما بیننده های عزیز، چه در خارج و داخل از کشور قرار دارید. امیدوار هستم که جور و صحتمند و سر حال باشید و با دور از آفات الهی باشید. همتون عزیز، امروز آمدیم در سر مندوی شهر مزار شریف در راسته میوه فروشی. این قسمت که از کلان راسته میوه فروشی شهر مزار شریف است. دیگه هموطنای ما کارگر، میوه فروش، دیگه غلطکوان، کراچیان میگین، دیگه انواع میوه که میگین در این قسمت مندوی پیدا میشه. دیگه خلاصه این طرف هم که از قصابی هم از قصابی مرغ، خیلی خلاصه کاروبار و غریبگی و خیلی چیزا در قسمت هم وجود دارن. دیگه همتون عزیز، ما امروز آمدیم با همتون خود درد دل بکنیم، از وضعیت کاروبار، از وضعیت غریبی مردم صحبت داشته باشیم و با شما شریک بسازیم. انشالله که شما تا آخر ویدیو ما را همراهی بکنید و لایک سابسکرایب بکنید تا ما بتوانیم بهترین ویدیوها را برای شما تقدیم بکنیم. پس با ما باشید. هموطنان عزیز، نزدیک شام است. در مندوی شهر مزار شریف یک از هموطنان ما تربوز فروشی دارند. همراهشون صحبت‌هایی می داشته باشیم. سلام علیکم. چی حال داری؟ علیکم سلام. خوب هستی بچه خاله؟ آرامی است؟ تایید هستی؟ شکر سلامت باشه جانا، که جور است؟ صحتت خوب است؟ شکر به دعایت آرام باشه پر جان. سلامت باشه. نام مبارک چی است؟ نام مبارکم شاهزاده است. شاهزاده؟ نه خودت هم شاهزاده هستی؟ حامد ساجوان. خودم هم جنس باز است، من مشتری دار تربوز زور میارم. اینجا فهمیدی به نام شاهزاده مشهور است. نام خود هم تربوز میاری گفتی هم دوغ میاری؟ دیگه من خب فهمیدی ساز. نه دیگه تو دلا رو کلا تازه میکنی. همین دوغ هم که از نمی فصل است دیگه تربوز هم. دیگه من خب فهمیدی سو قلب تکان میتم، فهمیدی دل خون. اینا چرا خون میکنی؟ من یک جوان هستم، فهمیدی در بسته بازار جوری تربوزم نیست. تو تربوز میارم استاندارد، فهمیدی از پاکستان مترکی میارم. من تربوزای وطنی که از حال فهمیدی کلش خام از مشتری دار هستم، جنس گارانتی میارم. پاکستان هم جنگ شده ولی خوب از این دفعه چی رقم میاری؟ نمیم شو ما رفته را اسم جوان. همین شو نمیم شو ما پاکستان رفته را اسم 3 روز پیش آمدیم. نام خدا بسیار باشه. تربوزار از پاکستان میاری، باز چند میفروشی؟ قیمتاش چند است؟ تربوز فهمیدی فعلا کیلوی 20 روپیه، اول که بود کیلوی 60 روپیه بود. حالا تربوزای وطنی برآمد، حالا کیلوی 20 روپیه شده بچه خاله. 20 روپیه شده. خب اینال کلی همین دوستایت میگه که تو شعر میخونی، اما تک چند تا شعر هم کشکدگی برای ما بخون بفهمیم که همین دیگه قلب تکان میتی یا نه؟ دل جمع دیگه. میگن نمیدانیم چی بد کردیم به مردم که مردم راضیان بر رنگ زردم. شبها گریه کنیم تا روزا بخندیم که این رقم نامردان نبیند رنگ زردم.
دیوانه. نام خدا. یعنی دیوانه ش چطور میگن داخل؟ این دیوانه ش که میگیم فهمیدی س تیک تاک راز یاد شده. حال نامکشی شده ریگا جوان. یکیش میگه پالوان، یکیش میگه ایتو، یکیش میگه اوتو. این نامکشی از ریگا جوان فهمیدی س تیک تاک راز یاد شده. حال غلطگان هم ببینی فهمیدی یک تیک تاک پر میکنه برید. خودت هم یک توی دیگر هم بکن که در هم اخیر اونم شعری تقدم پیامت کلان برسون. بچه غالا فهمیدی س دیگه جمیالی. در پاس هستیم بیخی گدوات شده. گدوات شده. بیخی از یادی ما رفته بچه غالا. چی گفتنی داری برای هموطنان در آخر برنامه؟ حالا بچه غالا فهمیدی سو چیزی گفتنی خون نداریم. یک سلامی خاص میرسانیم برشان فهمیدی یک آرامی باشه. یک جانجوری باشه دیگه فهمیدی سو جوان. کلگی غریب کار شده فهمیدی حالا مهاجر هم از پاکستان میکشه. باید یک زمینه کاروبار برابر کنه برشان. حالا دیگه کی است؟ سلامت باشی. آرام باشی بچه خاله جور باشی. فروشات برسی با کارت برکت. قربانت بدل خیر ببینی بشی تربوز خوری کنی. سلامت باشی. خیر. هموطنان عزیز بازم یک از شهروندای شهر مزار شریف با خود داریم. اینا که از غلطک دارن، کراچی دارن، یک تایره میگن نامشد، نامای مختلف دارن که اینا دمی کاروبار دارن در مندوی کراچیوانی میکنن. همین سوداهای مردم انتقال میته به خانه هایشان، در منزلشان یا به دکان ها یا بعضی جای دیگه. سلام علیکم، چی حال دارین پدر جان؟ و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. همه سلام میرسانم به وطنای خود، هموطنای خود، همشهری خود. چیزی که مسافر است، چیزی که از وطن ماست، وطن ما مایحن ماست، وطن ما سرما بطوطی است، وطن ما قلب ماست، وطن ما مایحن ماست، وطن ماست که قلب مادری ماست. دقیقاً که گل گفتی. اسم مبارک چی است؟ اسم مبارکم آجیچاری محمدی است. 13 ماهش از عربستان آمدم. امروز این غلطک از بازم شکر میتونم از خداوند متعال. خدا را شکر. شکر میتونم از خداوند متعال. کارت باشه. شکر است که اینم غلطک است که بازم شکر میتونم 13 ماهش از عربستان آمدم. خب میشه دیگه یک دختره که تکلیف حساب پیدا کرده است. یگان شاشل مرک پیسه داشت من مجدم را و آخرش در غلطک مجبور شدم در غلطک برآمدم. بازم شکر میتونم از خداوند خود شکر میتونم از خداوند میخوایم که بازم هموطنان خود همشهری خود یک به درد دل میکنن، یک به دیگه صحبتش یک به دیگه میشنوین. از شما سپاسگزار هستم. سلامت باشین، تشکر. در عربستان چی کار میکردین؟ عربستان آشپز بودم، کبابی بودم، کلالی بودم. در 3 کار خودم انجام دادم میتونم. بهترین آشپز هستم، بهترین کبابی هستم. چی کنم که امروز در روزگار برای ما رسیده دیگه. بازم شکر میتونم از خدای خود شکر میتونم. باز میگم هر حالت تشکر. خیر باشه، توکل به خدا. ان شاء الله که ما دعا میکنیم با می کاروبار رونق پیدا بکنه. الهی آمین دیگه، الهی آمین. بازم از توکل خود میخوایم، بازم از بزرگای خود، بازم از طالبای محترم خود میخوایم. باید از هم غلطکبان، از هم یک غریب بیچاره دست به دست بگیره که باید یک کار، یک شغل، یک مثلا یک شرکت و دیگه کار بر ما مایه شود. چی کنم این غلطکبانه روز 50 با پیدا میکنم نمیکنم، رنگ ما زرد است، پیش مردم خجالت هستم. چی کنم دیگه. بازم شکر میتونم از خدای خود شکر میتونم. امروز هم شکر میتونم خدای میگم که یا الله میگم امروز هم شکر میتونم. خودم حافظ قرآن هستم، نام خدا عالم دین هستم. بازم از خدای خود مهربان هستم. بازم میگم که شکر است، همه هم شکر. سرما با توتی ها میگم، همه هم شکر است میگم. بس بسیار عالی. خیلی خوشحال شدم از اینکه حافظ قرآن هم هستی. حافظ قرآن هستم. ان شاء الله دعا میکنم از حافظ قرآن است، عالم دین است. یعنی تکلیف اسا پیدا کرده که بدگی پیسه زندگی رفت دیگه دست از یک روز خوب است، یک روز بعد از یک روز خوب است، یک روز بعد کل کاروبار رونق پیدا کنه. الهی شکر، الحمدلله شکر. ترکتم خوب شود. الهی آمین، الهی آمین دیگه. بازم اولم یک مصاحبه کرده بودم. خوبه. یک مصاحبه کرده بودم، بازم کشما یک مصاحبه کردم. بسیار خوشحال شدم، شما را دیدم، بسیار شدم. پیام همین است که وطن ما جور شود، مایحن ما جور شود، دست به دست شوم، اتفاق شوم، اتحاد شوم، محتاج به خارجی نشوم. محتاج به خارجی نشم که دست به دست یک به دیگر بگیرم که غریب بیچاره مسکین فقیر دستش بگیره که در حالت ما نرسیم. پیام اینم است که هموطنان خود بازم سربلند سرفراق باشیم. بیادر عزیز محترم، خداوند یار مددگار باشه. سلامت. کدام یاری کرده الله تبارک و تعالی شما هم یاری کنه ان شاء الله. سلامت. سلام علیکم و رحمت الله. خب هموطنان عزیز، قسمی که میبینین ما در سر من رویستیم. هموطنان ما اینجا
نان فروشی دارن، کسب کارهای زیادی دارن. با اینا صحبت های می داشته باشیم، با اینا یک معرفی شویم که اینا چطور است وضع کار و بار در مندوی. سلام علیکم، چی حال دارید؟ و علیک سلام، جور تگره بخیر هستین؟ صحت شما خوب است؟ سلامت باشید، تشکر. نام مبارک چیست؟ نام عبدالرازق است. من شکرگزار هستم که شما را خداوند برای در پیش ما به حیث میزبان اومده. سلامت، جور هستین؟ قربانت. نام چطور است وضعیت کار و بار در مندوی؟ شکر است. خیلی خوب است. شکر نعمت میگه، نعمت از افسون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. دقیقاً. الحمدلله، هزار بار خدای شکر. خودت مصروف چی کار و بار هستی در قسمت؟ بله؟ خودت مصروف چی کار و بار؟ نان فروشی داری دیگه؟ من مصروف شکر الحمدلله این خرما فروشی است که نامش رقم خرما و از لسان پروردگار که پیدا میشه. فقط کاش ماه رمضان تو را گیر می آوردی. کاش می آمدین راضی کردم زیادتر چیزای بسیار انتیک و از لسان خداوند خاطر روزای رمضان بسیار خوبیشایش آمده بود. بسیار عالی. از کار و بار ان شاء الله راضی است؟ شکر الحمدلله. چطور است یک چهارم میشه روزانه؟ هزار بار خدا شکر میشه که چرا که ولی کمی هوا گرم است، مردم بسیار کم میبرد در میدان. مردم که کم برآمد فروش هم کمتر میشه دیگه. کمی طبعا بازی همه چی است، فروش و گپا که است، فقط نزدیک شام زیادتر میشه. شکر هوا سرد میشه. نه هوا میشه. هر شامی که در مندوی بیای بسیار شلوغ است، جای سوزن انداختن نیست گفته بعضیا. شکر الحمدلله ما دمی بسیار گروبارک هستیم. شکر الحمدلله 20 سال میشه که دمی گروبارک زندگی میکنیم. دیگه صحبت کنیم که چی کار میکنه. خوب است صحت؟ سلام علیکم. خوب است شادادا خیراتی آرامی. نام مبارک چیست؟ رامیش آقا جان. رامیش جان بسیار عالی. نام خداوند ریشمی شوی تا بسیار زیاد سنت از دیگه. شکر بسیار در حساب مسلمانی. والا شکر است. خودت مصرف نام فروشی دیگه همین رقمی که نام شش دیگه. همین رقمی که میبینی. نانا رو قیمتایش بگو که نانا رو میگه بسیار ارزان است. والا این فکر که نان 20 روپیه شکر در 12 و در بعد خب اینو امینا چند است اینا را بای که دانی 12 را بعد اینا بلندش 12 نزدیک شما یک لیلو هم میشه نمیشه؟ میشه. چرا نمیشه؟ در بعد نیم کیلو نان در بعد اینا با خدا کلی ارزانی را تو که والا شکر، هزار بار شکر. در فروش و در کار و بارتان موفق باشه. از خداوند موفقیت و همین کار و بار خوبه برای شما آرزو دارم. زنده و سلامت باشید. تشکر از شما آقا جان. بخیر باشید. خوب است. یک پیام خودم میتونی به کسایی که در خارج و داخل از کشور یعنی ویدیوی ما شما را تماشا میکنه با اونا پیام میت برسانی، چی گفتنی داری برای شما؟ پیام ما اینه میست شاداده که بعد کسی اگه کار بخواد کار همیشه است. ای که برای کار میره بعد کار همیشه، ای که در تفریح میره او دیگه بعد خطش علایده. بخیر سلامت باش. که اینا چی پیام دارن؟ برای مسافرها پیام منه هر قدر که میتونن یک روزشان در پیش مادرشان میگذرانن بسیار خوب است. پیسه چیزی گم شدنی است. پیسه چرک دیست است. پشت پیسه نگردن بین وطنش آباد کنن. فقط پیام از مسافران نیست. بسیار عالی. یه همین قندولک صحبت نمیکنه تفلک صحبت بلد نیست. خب جور باشین، خوشحال شدیم که با شما صحبت هم کلام شدیم. هموطنان عزیز بازم همراه یک از شهروندان شهر مزار شریف صحبت می داشته باشیم. سلام علیکم، چی حال داری؟ خوب هستی بدر؟ صحت خوب است؟ بخیر هستی؟ صحتت خوب است؟ شکر خدا. سلامت باشه، تشکر. اسم مبارک چی است؟ اسم مبارک فیدا محمد لالا. بسیار عالی. خب امی خودت خیلی مالتا میفروشی، درباره مالتاوایت بگو که اینا را از کجا آوردی و فروشش چطور است؟ این مالتا که از ایران میاد، چی کوکو بود، ما از مارکت چیز زراعت میخریم. از مارکت زراعت؟ بله اصلا ایران میاد. خب از اینم از کشور ایران؟ اکان کشور ایران میخریم. این مال جلال آباد و نام است؟ نه جلال آباد اعلان شفتالوست. این شفتالو کلان خی جلال آبادی؟ شفتالو کلان جلال آباد است. زردالو که از مزار است. از مزار است. خب زردالو مزار، شفتالی مزار تانوت نبرآمده. شفتالی مزار نبرآمده. نه میبره. همین شفتالی چمتال گمانیم در نام است. چمتال جانم. تانوت نباشه در آباد برای. بسیار عالی. خوب است. خب واس فروش اینا چند؟ صبر. خوب است، بسیار عالی. دیگه چطور است امروز فروش بازار؟ در این روزا قریبی میشه نمیشه؟ شکر خدا خوب است. 2000 3000 1000 مقصد از موزی خود جلو میکنیم، پروردگار میده بازم خوب ثواب میشه. موزی خود جلو میکنیم. پیام چی است برای بیننده کسایی که تو را در خارج و داخل کشور میبینن؟ پیام تا به اونا برسون. هر جا یک جور صحتمند و سر سالم عالی باشد، با عزت باشه، لالا خوش خندان باشه.
و دعاگویش از پدر هر گوشه دنیا جور موفق باشه. تام لایک که فراموش نکنه، لایک کنم برای خونه. با عزت باشه. همتون عزیز، همونطوری که از تربوز گرفتیم، از نانوای و غریبکار از همه گرفتیم، فقط زردآلوی مزار مانده بود. در این قسمت ویدیو همراه یک زردآلو فروش شهر مزار شریف صحبت میکنیم. سلام علیکم، چی حال داری؟ و علیکم السلام، شکر فضل خدای احسان پروردگار. خوب هستی؟ شکر الحمدلله. نام مبارک چی است؟ نصیر احمد. نصیر احمد. خب نصیر احمد جان، درباره زردآلو بگو که از کجا میاری و زردآلو کجا است؟ این زردآلوی تاشقرغان است. زردآلو تاشقرغان است؟ بله، این زردآلوی تاشقرغان است. فقط این ما میخریم کیلوی 25 روپیه. خب این را در مردم هموطنان سودا میکنیم 30 روپیه. 5 روپیه فایده. 5 روپیه فایده میکنیم. نام خدا. اگر امیره که ما شما محاسبه کنیم از خارج بیای بازی ها مردم شهر ما شما کیلوی 100 روپیه میخره. 100 روپیه میخره، میگه از خارج آمده. این سعی کو تنها رنگ از 30 روپیه ارزش داره. تو نرم لوکس بسیار یک مزه‌دار زردآلوی وطن شیرین. باز مردم ما شما دیگه که یعنی ارزانی کشیدک شکر الحمدلله، باز بای غریب میوه میخوره. بای غریب. ولی باز شفتالو چند است؟ شفتالو کیلوی 60 است، 50 است، 40 است. همین هر رقم از دیگه قیمت و ارزان است دیگه. نسبت دیگه از جلال آباد میشه شفتالو فعلا. راهش هم دور است. از سالنگا رد میشه، از مایپر رد میشه تا اینکه در این قسمت میرسه. بله بله. یعنی که دیگه است، از تاشقرغان است، از چهارسنگ و سمرقندیان است، از بلخ است. میوه وطن است دیگه. نگفتی که خودت از کجاستی؟ من خودم از شهر مزار هستم. از خود شهر مزار هستم. با شما رفته از تاشقرغان میارین یا دیگه کس برای شما میارین؟ نه، از این مارکت میروین میاریم. مارکت میارین؟ چوک قرآن شریف. بله. از تاشقرغان آورده در مارکت سودا میکنن با شما. ما از اینجا میخریم تو پیش دیقاناس میاره اینجا. یک روز مجبور بریم اونجا کل میوه فروشا رو که گپ میزنیم، میگم ما از چوک قرآن آوردیم. اونجا مارکت اونده است دیگه. مارکت رفته یک ببینیم که وضعیت مارکت چه قسم است. به نام مارکت میراین از چوک قرآن شریف. خوب است، بسیار عالی. در این قسمت ویدیو فقط حرف پیام هر چی که داشته باشی در هموطنان ما برسون. کدام حرفی گفتنی نداریم. از هموطنان ما میخواهیم که خارج نرن، یعنی ملکشان است، یعنی وطنشان است، کار کنن، غریبی کنن. یعنی ملک خودش خارج است. یعنی ملک از خودشان است. ایرا خارج آمده ملک ما شما را جور نمیکنه. ایرا دولت خارج آمده ملک ما شما را جور نمیکنه. دولت است، ماستیم که دولت است. یعنی فقط از مردم ملت خواهش میکنیم که خارج نرن. خارج جای خوب نیست. سلامت باشین. تشکر. سلامت باشین. زنده باشین. خب هموطنان عزیز، یک زردآلو فروش دیگر هم در کنار خود داریم. یک صحبت داشته باشیم همراهش. سلام، چی حال داری؟ سلام علیکم، خوب هستی برادر؟ خیریت است؟ نام مبارک چی است؟ نام علم است. علم؟ جانا. بسیار عالی. علم جان، زردآلو را از کجا آوردی اول بگو؟ زردآلو چیز است، سمرقندیان. سمرقندیان. زردآلوی تو با زردآلوی تاشقرغان چی فرق داره؟ هر چیز جای خود داره دیگه. جانا. اونا کیلوی 30 روپیه گفتن که ما کیلوی 50 روپیه شنیدیم مگو. 50 میگیم، 40 میگیریم لالا. 40 میگیریم. باز دادم شام خو لیلام نمیکنه. دادم شام دیگه که شد دیگه باز پیسش میگیریم 3 کیلو 130 روپیه. نام خدا. اینه دیگه فایده بیگه که شد تنی پیسش. یا توکل به خدا ان شاء الله که در شامش نمونه. همین حال فروش توکل. اول خدا الله مهربان است بچه کوکا. روز چند کراچی میفروشین؟ روز یک نه چند کراچی نه لالا یک بیسکیت میفروشیم 20 25 گرفت جانا. ما گفتیم که روز یک نیم 3 تا از زیر میفروشی. نه بعد از چاش بار میکنیم شاهزاده. پیش از چاش نیست دیگه. پیش از چاش نه پدر هوا گرم است نمیشیم. بعد از چاش یک 20 تا 25 تا میاریم سودا میکنیم بعد. بعد کلا رو بسیار برابر مونده به حساب همین قاری. نه دیگه. قاری خو نیستی. نه قاری خو نیستیم، بازم قادر ضرورت خود بدر میفهم یاد داریم. دمون استایل فرهنگ و وطن. جانا. میخوای فرهنگ زنده کنی. بله بله بچه. خب دیگه پیام خدا به بینندای ما بگو خلاص. پیام خاص ندارم لالا. پیام گفتنی به کسایی که در خارج زندگی میکنه، در آمریکا و اروپا و استرالیا و دیگه کشورهای همسایه که هستند، در ایران که از مخصوص زیاد مهاجرین اذیت میکنه، چی گفتنی داری؟ چی بگم دیگه بچه کو هر چیز حدیث خود انسان است دیگه، ولی خود از نرفته پدر دیگه نه وطن خود ما میشه روز کار غریبی است. اگه بخوای کار کنی روز 1700 500 کار میکنه و شکر کنی. وای جواناس میره دیگه باز جانشان جور باشه بدر هر جای باشن. بیننده های عزیز، امروز آمدیم در مندوی شهر مزار شریف.
صحبت های ناب خیلی دلچسب همراه هموطنان خود داشتیم و اینک در قسمت پایانی ویدیو قرار داریم. لایک و سابسکرایب یادتان نرود، صفحه ما را حمایت بکنیم تا ما از بهترین جاهای شهر مزار شریف برای شما ویدیو تهیه بکنیم. دیگه فقط ویدیوی بعدی را شما در قسمت کامنت میتونین با ما شریک بسازین که ما سوژه بعدی خود از کدام قسمت مزار بگیرین. فقط درخواست شما هموطنان عزیز خیلی مهم است. موفق و سلامت باشید تا ویدیوی بعدی. خدا یار و مددگارتان.